آیا عروسک لبابو یک عروسک شیطانیه؟ اصلا چرا این عروسک انقدر وایرال شده؟ اولین موج بزرگ فروش این عروسک وقتی رخ داد که لیسا از گروه بلک پینک یکی از اینها رو روی کیفش به نمایش گذاشت و بعدش هم کیم کارداشیان و دیوید بکام وارد جریان شدن. اما چرا انقدر محبوب و پرفروش شد؟ لبابو توسط یک هنرمند هنگ‌کنگی به عنوان شخصیت اصلی در مجموعه دمانسترز در سال 2015 خلق شد. اما بعد از اینکه شرکت چینی پاپ مارت حق تولیدش رو گرفت و شروع به فروشش به صورت بلایند باکس کرد، محبوبیتش بسیار بالا رفت، چون جعبه‌های بلایند باکس طوریه که خریدار نمیدونه کدوم مدل از لبابو قراره در بیاد و این باعث هیجان کلکسیونی شد. از طرفی جمعیت کیدالت هم در فروش این محصول نقش پررنگی داشتن. کیدالت به بزرگسال‌هایی میگن که مثل کودکان میمونن و علایق بچگانه‌ای دارن، اما زیبایی در پس نازیبایی. شایعاتی به گوش رسید مبنی بر ارتباط لبابو با شیاطین باستانی مثل پازوزو. در واقع هیچ مدرک معتبر و رسمی وجود نداره که نشون بده لبابو شیطانیه یا ریشه ای از مفاهیم جادویی و جنگیری داشته باشه، اما به خاطر شباهت‌هایی که بین لبابو و پازوزو هست و طبق معمول در انیمیشن سیمپسون ها اشاره‌ای به پازوزو شده بود، بعضی‌ها معتقدند این عروسک بد اقبالی میاره و با برنامه‌ریزی قبلی وارد بازار جهانی شده. پازوزو شیطان معروف بابلی است که در فیلم اگزارسیست هم بود و ما قضاوت رو در این مورد به شما عزیزان می‌سپاریم.